سلام، امروز اومدم آموزش بدم چطوری تو ماینکرافت بدراک شیدر داشته باشیم. خب برای داشتن شیدر میریم تو سیتینگ، بعد باید بازیتون بر نسخه 1.21.0.20 بالاتر باشه، به بالا. خب میاد تو سیتینگ، بعد میرید تو قسمت ویدیو، این قسمت، بعد میرین این قسمت نمیم گرش سخته. حالا من زیاد انگلیسیم خوب نی، برای بعضی امکان داره این پای ماینا باشه، حالا برای من این بالاست. میای اینو میذارید رو وایلس نمیدونم چی. بعد که این اومد این سیتینگشه. خب اگه خواستید من براتون سیتینگش هم بذارم تو کامنت ها بگید. خب حالا بذار بهتون نشون بدم چطوریه. بذارید. خب اینم از شیدر، خیلی خوبه، ولی گوشیتون ضعیف باشه داغ میکنه بعد یه زمانی، ولی خب بازم خوشگله. راستی وایس باید همیشه وقتی میخواید وارد بسازید، از این شیدر میخواید استفاده کنید، بعد بیاید توی آخر همه اینا رو روشن کنید. حالا من قبل روشن کردم، ولی باید همه اینا رو روشن باشه. خب فعلا خدافظ.